این درسی سیمین است اویدی برنامه اکسس. خب چخیلی که میبینیم درسی سیمان رو آغاز میکنیم، وارد میشویم با برنامه اکسس. که شما برنامه را کشیدید همین خیلی جای خالیگی به شما نشان داده میشود. از اینجا ما داخل میشویم با فایل، از فایل ما آد کریت رو پخش میکنیم و از اینجا حجتی که ما کار کرده استفاده همون رو، یعنی همین کتابخانه رو مبلای تبلیت پخش میکنیم. چخیلی که میبینید حجت هایی که ما پیشتر تیار کرده بودیم در اینجا ما حاضر باشیم هر یک 6 تا این رو پر میکنیم، بعدا باز دوام میدیم. مثال میگیریم مؤلف این کتاب میشود خب شخص با نام همه دو ما یک خیلی گرفتن میرویم برای حاضرش داریم. سال برادش کتاب مثال میگیریم نشان 2023. رمز کتاب مثال میگیریم پرداره 101. نام نسبی خواننده مثال خوش ایشان یک نام رو ماندن میرویم. خب رقم مبلی نشان برای نگاه کنیم و رزمیر کنیم فایل سه میگه توقعی نمیگیرد کتاب تر میکنیم. خب در اینجا کتابی مثال ادبیات صنفی نه. خب نویسنده را باز همون شخص رو میمونیم برای کار خودمون رو آسان تر نمودن. باز می نویسیم 2023. در اینجا مثال رمز کتاب 102 و در اینجا باشد باز همون شخص رو میمونیم. در اینجا خواست یکان رقم دیگر در اینجا باز می نویسیم مثال زبان تاجیکی نه. خب در اینجا می نویسیم باز همون نویسنده. چقدر که می‌بینید نویسنده ایمون نویسنده زیرای همه کتاب های درسی هم خودش طبق نویسنده است. خب در اینجا می نویسیم 103. خب در اینجا مثال میگیریم باز همون خواننده هم یک نفر است. در اینجا خب رقم موجوده می نویسیم باز یکان چیزی دیگر. خب در اینجا می نویسیم تاریخ تخت نویسیم در از تخت نه باز همون خواننده مثال میگیریم سالی نشو هم یافته میمونیم. ایناش باشد مثال میگیریم 104. در اینجا باشد باز همون خواننده. در اینجا باشد باز یکان رقمی دیگر رقم میمونه برای که ما چیزلوایی گرفته بودیم. مثال در اینجا باز بنویسیم تاریخ عمومی. در اینجا باز همون نویسنده سالی برادرش باز همون رو میمونیم. خب در اینجا اکنون میگذاریم با 105. در اینجا ما می نویسیم خب همون طلبه. در اینجا خواهد همه رقم ها رو یک گرید بچه ها می شود برای اکنون نمونه و در اینجا با شما نشون داده استودیم. همه اکنون بچه ها دو ساختار دیگر است که در این درس ما با شما در گفتم می گذاریم. هر یک این ساختار ها به طور خود یعنی چی گویم
ساده کردن یعنی این برنامه رو در بر میگیرد که بعضی شخصا ممکن خیلی نیستن در کامپیوتر دشواری کشن یا که با خودشون خیلی که مخفی باشد. ما میگذاریم با سازدن بندی سازدن را پخش میکنیم. در اینجا ما داریم فرم، با بالای فرم پخش میکنیم. کامپیوتر پس برنامه با کار آغاز میکند. با سببی که این برنامه ثبت اکران رفته ایستاده است برنامه میچسباند. چه خیلی که میبینید بعد از کامپیوتر که چی میشود همین گونه چی پیدا میشود. علاقه در اینجا با ما از ستون یک نشان داده آماده ایستاده است که یعنی همینجا شخصی که میخوایم با ما کار کند همین رمز رو ما بگویم که کاردار نشوند و نام کتاب، نام مؤلف کتاب، سال برآوریش، رمز کتاب اینها رو میتواند که وارد کند. همین در قسمت پایانی که 3 و 6 است در همین ها رو پخش کردم داشتم میگه صفحه نوبتی. همین خیلی گونه با کارهای آسان ما میتونیم که چیکار کنیم ساخته رو باز یک بار دیگر پخش کنیم. همین خیلی پیدا میشه جایهای خالی در اینجا چپنه میشوند رمز را فقط با قسمت های پایانی مثال نام کتابی یا یگان چیزی دیگر رو می نویسند. مثال میگیریم ما 6 تا داشتیم در اینش می نویسیم نام کتاب خب زبان روسی چرا اکنون ننویسند باید در چی باشه رژیم کنسترکتور رژیم فرما رو پخش میکنیم. اکنون ما میتونیم که نویسیم از اینجا بچه ها میتونیم رژیم ها رو انتخاب کنیم. 3 نامی رژیم است رژیم فرمی، رژیم مارکتر، رژیم کنسترکتور. ما با رژیم فرما پخش میکنیم رژیم فرما رو پخش میکنیم بعدا در اینجا میتونیم نویسیم مثال زبان روسی. چطور که شما میبینید در قسمت بالای خودش با طور اتوماتیک رمز گذاشته شد. مؤلف کتاب باز همون قیعه خب سال برآوریش خب 2023 خب که باشد رمز کتاب را ما میبینیم 106 تا ما بودیم 106 یا 106 بود. خب معلمان مصاب خواننده کارمان چقدر شد کنم